سرخط خبرها نامه همدردی امام علی رحمان به مسعود پزشکیان. باز یک قهرمانی مهاجر تاجیک در مسکو. در گذشته اصلان شاه رحمت اللهیف. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. دوام چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز دوشنبه 28 اپریل. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رابطه با ترکش در یک بندر ایران که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی آدمان گردید، به رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نامه تسلیت روان کرده است. در نامه همدردی امام علی رحمان که آن را روز 27 اپریل دفتر مطبوعات پرزیدنت نشر کرد، گفته شده است که این انفجار دهشت‌آور و کشته و زخمی شدن شهروندان ایران او را سخت غمگین کرد. این جانب ضمن همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در این حادثه تلخ همدردی و تسلیت خود را به شما دولت و ملت دوست ایران صمیمانه ابراز داشته از خداوند منان برای محرومان رحمت و مغفرت و برای مجروحان شفای کامل خواهانم، گفته شده است در نامه. ترکش سخت و در پی آن سوختار کلان در منطقه مخصوص اقتصادی بندر شهید رجایی روز شنبه 26 اپریل رخ داد. طبق معلومات اخیر که خبرگزاری مهر نیوز از قبل مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان نشر کرد، شماره قربانیان ترکش به 40 کس رسیده است. به گفته رئیس اداره مبارزه با بحران ولایتی هرمزگان مهرداد حسنزاده، شماره آسیب دیدگان به 1241 نفر رسیده است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان اصلان شاه رحمت اللهیف روز 27 اپریل در شهر دوشنبه درگذشت. رحمت اللهیف 71 سال داشت و با گفته همکارانش وقتهای آخر بیمار بود. سهراب جنجالوف هنرمند تاجیک و از همکاران اصلان شاه رحمت اللهیف به رادیو زاده گفت مرحوم تا یک روز پیش سوزندار می گرفت. قرار است مراسم وداع با این هنرمند شناخته تاجیک امروز 28 اپریل برگزار شود. اصلان شاه رحمت اللهیف ختم کرده دانشکده سینماگران شهر مسکو بوده. سالها در تئاتر لاهوتی و فیلم ها نقش آفریده است. از سال 1994 اکتور و کارگردان تئاتر مسکوی آینه بود. رحمت اللهیف کارگردان چند فیلم بود که معروف ترین آنها مرگ بیگناه و آواره‌گردان می باشند. مرگ بیگناه فیلم است که درباره حوادث جنگ شهروندی تاجیکستان را در سالهای 1992-97 نقل می کند. نام 931 زاده تاجیکستان که از ماه ایون سال 2022 تا ماه ینور سال 2025 به طور قراردادی از طرف روسیه به ضد اوکراین جنگیدند اعلان شد. رویخط را یک طرح دولتی اوکراین روز 23 اپریل با نام زرخریدان از تاجیکستان در صفحه نیروهای مسلح روسیه نشر کرد. همکاران ما به رادیو صوفی و ارشاد سلیمانی از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که آیا خبر دارند که تاجیکان در جنگ اوکراین اشتراک دارند و به نظرشان اشتراک شهروندان تاجیکستان در این گونه نزاع‌ها چی پیامدها دارند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. درستی ندارد. برای چی که مثلا شهروند تاجیکستان حقوق ندارد که در دولت دیگر رفته جنگ کنه. اگر شهروند اوجا نباشد اگر دولت دیگر درست است. برای چی؟ خیلی دیگر جو رفته یک کس غم دادن башан як мардми дигар расидан чизи хуб нест. Прежде всего, каждый преследует свою цель. Если они пошли туда, значит, их как-то там замотивировали, что-то им предложили. За мотивацию можно воевать. Смотря какая мотивация. Граждане Таджикистана, может какое-нибудь последствие в отношении к ним может возбудить уголовное дело. Все может. Поэтому это лично каждого гражданина решение. Значит, они все взвесили за и против, и перевесил тот факт, что нужно пойти воевать. Ну, я считаю плохое мнение, то, что не должны таджики воевать в чужой стране за другую страну, как бы. Я как понимаю, то, что, скорее всего, вынуждены туда уходят. Ну, немножко, может быть, плохое мнение от самого Таджикистана может вообразиться. Может быть, будут думать плохое о самых граждан, то, что, например, люди Запада или те, кто поддерживает Украину. Ну, может быть, со стороны Украины либо России, может, санкции может ввести на граждан Таджикистана. Они могут въесть, потом отношения могут испортиться между странами. Ну, просто я نمیدونم بگم هیچ بار خوب نیست. دمای چی کسات سند و دمای چی سری به درد میبرید در درد پیش میره. بسیارش روی
بی پولی و بی کاری میره لیکن بعد پشیمون میشه لیکن درست نیست هم رفته به هوای هم کار در همینجا هم هست در روسیه هم هست چه در کار جنگ رفتن خیلی کار نوتوریه کارشو برای چی نوتوری خیلی بیچاره مجبور میبرند اونجا خدمتی پدر و مادر خدمتی وطن بهتر اونجا حیات 50 ده خودش یه با حیات میبید جنگ بیزار باز جنگ میره بچه‌م راستی هیچی گفتن هم نیستم خیلی که در تقدیر باشم میری نه که نباشه هیچی نه که هر جایی باشم نگهبانشون خدا. بینندگان عزیز شما هم میتوانید نظرهای خود را برایمان نویسید. یک شهروند تاجیکستان که در شهر مسکو روسیه مهاجر کاری است در یکی از شاهراه‌های این شهر سوختاری ماشین را خاموش کرده است. حادثه روز 24 اپریل رخ داده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهلی تاجیکستان در روسیه که از قهرمانی اوتابک مدرهیموف خبر داده است، بعد از صحبت با او نوشته است که اوتابک کارمند خواجگی کمونالی ناحیوی خرشووا منیونیکی بوده با ماشین آبکش خود در بین راه می‌ایستد و آتش ماشین علنگه گرفته را خاموش می‌کند. این نهاد با استناد به نقل اوتابک مدرهیموف نوشته است که او با گمان آن که در داخل نقلیات احتمال آدمان قرار دارند ناوابسته از آن که خطری به عمل آمدن ترکش وجود داشت جسارت نشان داده فداکارانه آتش را خاموش نمود. خود اوتابک گفته است که قرض شهروندی خود را به جا آورد. نمایندگی به اوتابک مدرهیموف برای جسارتش اظهار منتداری کرده رفتار او را نمونه عالی عبرت نامیده است. درباره این قهرمان شهروند تاجیکستان رسانه‌های روسیه هیچ خبری ندادند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 28 اپریل سال 2004 پارلمانی تاجیکستان کنونسیا یا اعلامیه بین‌المللی مبارزه با مبلغ‌گذاری تروریسم را به تصویب رساند. هدف این سند نظارت سخت از گردش پول و داد و گرفت‌های پولی در بانک‌های کشور و پیشگیری از احتمال مبلغ‌گذاری شدن عملیات خرابکارانه تروریستی میباشد. منقدان میگویند با استفاده از چنین معیارها حکومت تاجیکستان دست به سرکوب مخالفانش میزند. روز 28 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد که نتیجه بالا رفتن تنشی نوبتی بر سر حل نشده ماندن بحث‌های مرزی میان دو کشور همسایه بوده است. در نتیجه این نزاع که از نظر وسعت خشونت‌ها بی‌سابقه بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و نزدیک 300 نفر زخمی شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار می‌کنند. این نزاع بحران مرزی میان دو کشور را عمیق‌تر کرد، هرچند حکومت‌ها گفتند گفت و شنود را برای حل بحث‌های مرزی ادامه می‌دهند. 28 اپریل سال 1945 هنرپیشه تئاتر و سینما قیام‌الدین چقلوف تولد شده است که در 75 سال عمرش بیشتر با اجرای نقش‌های مسحکوی‌اش معروف گردید. اکثر وقت در صحنه تئاتر دراماوی به نام لاهوتی کار کرده، در نمایشنامه‌های مثل اسیان عروسان، جیان خیره، رودکی و ده‌ها دیگرها نقش آفریده است. برای دایره وسیع تماشابینان با اجرای نقشش در نمایشنامه‌های کلان تلویزیونی مثل صدا از تابوت آشنا است. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 133 سومانی، 100 یورو به 1206 سومانی و 100 دلار به 1061 سومانی مقرر شده است. این قرب مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. اخبار از این بیشتر و دوام روز در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زادی پیدا کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.